من میخوام به صدای بلند به شما عرض بکنم جهان خداوند از یک شبانه روز بیشتر تشکیل نشده. شب قدره و روزش روز قدیره، بقیهش تکراره. به اعتقاد من اگر انسانی قدر قدیر رو نشناخت، اصلا از قدر مانده و درمانده است. کسی قدر را میفهمد که قدیر را بفهمد. کسی قدیر را میفهمد که مواضع علی را بفهمد. علی من میگه چی؟ یک، علی من کسی است که میفرماید مهم نیست تو چقدر زنده ای، مهم این است که چقدر زندگی میکنی. مهم نیست چقدر داری، مهم این است که چقدر میبخشی. مهم نیست که چقدر درد میکشی، مهم این است که چقدر صبر میکنی. مهم نیست که برای تو چه اتفاقی میافتد، مهم این است که تو چه تصمیمی میگیری. علی من صراحتا میگه این تویی که مهمی، جوهره تو، نه اتفاقات پیرامون. آبجوشی که سیب زمینی رو نرم میکنه تخم مرغ رو سفت میکنه. علی من به من آموخت هر چقدر وقت بذاری که دیگران رو خراب کنی، همانقدر وقت کم میاری که خودتو آباد کنی. این علی منه. علی من همان علی است که فرمود در تنهایی مواظب افکارت، در خانواده مواظب رفتارت و در جامعه مواظب گفتارت باش. علی من همان علی است که فرمود قصه خوردن بر نداشته ها هدر دادن داشته هاست. علی من همان علی است که فرمود اگر به موقع شروع کنی دیگر نیاز به دویدن نداری. علی من همان علی است که فرمود بسیاری از اوقات برای جبران یک لحظه توقف هزاران ساعت باید بدوی. علی من همان علی است که فرمود بزرگترین توهین انسان به خودش مقایسه باطن زندگی خودش با ظاهر زندگی دیگران. علی من همان علی است که فرمود بزرگترین خیانت انسان به خودش ترس از این است که دیگران در موردش چه میگویند. علی من همان علی است که فرمود بزرگترین مصیبت ها آن دست مصیبت هایی است که هرگز اتفاق نمی افتد و فقط محصول توهم انسان است. علی من همان علی است که فرمود بزرگترین درس زندگی این است که چگونه بدون داشتن چیزهایی که نمی توانیم یا نمی خواهیم داشته باشیم به موفقیت دست یابیم. علی من پیش از اینها یه سخن رو به من یاد داد. دانستن این که چقدر باید دانست آغاز یادگیری و دانستن این که چه چیز باید دانست آغاز بینش، خرد و اندیشه است. علی اکبر عزیزم، در جامعه من یعنی ایران، فقط ایران، اشاره من به هیچ کشور دیگری نیست، در جامعه من یعنی ایران ندانستن فقط یک قدم و دانستنهای نادرست داره 1000 قدم جامعه منو به انحراف میکشه.